گذاشتی بگاه و داور صداش خود را بلند میگرداند. بازی این دسته ها آغاز می شود. بیاید اکنون شما رو با هیئت خوب مساوی کرد 2-2 و با استقلال هم بازی مساوی شد 0-0 به گل. پسان اما در بازی آخرین با شکست روبرو گردید. بازی که روز 13 اصلا در سفر بازی کرد و با اصلا 6-1 غلبه کرد. کارت سرخ دوستان ارجمند، پیتر گیگیچ با کارت سرخ جزا داده می شود و از میدان رانده می شود. این بازیگر سر اول کارت زرد بود. سیبویف ولی او درستتر توپ را اداره کرده نتوانست. پرتو به خط هجوم حمله خیلی خوفناک دسته خودجان امکانیت برای گل. ضربه و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میرفت و دیاول انجلکوویچ تلاش میکند. پرتو بعد داخل جریمه گل ضربه اجرا می شود. توپ از حمله نوبت اینجا دروازه بان از موقع خود بیرون میبرد. دروازه خالی میماند. ضربه و هجوم نوبتی باز هم میتواند دسته خوجند 1-1 بازی خود را برآورد. ضربه اجرا شد. فیروز پرتو بیا بعد داخل جریمه گاه امکانیت خوب ضربه زنی و بازم امکانیت حمله نوبتی یوان انجلکوویچ پاسی و با خط هجوم امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه و دروازه‌بان برطرف می‌کند. یک ضربه دیگر با گل با طرف نیکولای اسکیچ ضربه اجرا می شود. بعداً اونجا بازیگر دیگر پاس نوبتی و اینجا شاید افساید نباشد. امکانیت است. انجلکوویچ با توپ ضربه و گل اما افساید. پرتو نوبتی و داخل جریمه گاه دوباره 3 دقیقه زم کرد. عبدالرحمن اوزاقوف، عبدالصمد صمدوف تحت رقم 6 بازی میکند. ابراهیم اشانخانوف رقم 17. حاجی عبدالمنان از میدان گرفته شد در قسم اول. این بازیگران دسته خوجند بودند که این زمان در میدانند. اونها 10 نفر هستند چون که از عقیب بله مستقیم گلمرد صدالله از فردوس شخلو دعوت میکند که میدان رو ترک کند. چون که نوروز زوایدوف داور احتیاطی است دوستان عزیز و اینجا کار میکند. خود بازیکن پرتو به داخل جریمه گاه پرتافته می شود ولی این وضعیت برطرف شد. فیروز قرایف مبارزه میبرد. امکانیت خیلی عالی گل زدن. ضربه و دروازه‌بان برطرف میکند. امکانیت برای ضربه زنی. ضربه و مومین گدویبویف و مرودبک همدموف. پرتو به داخل جریمه گاه این حالت برطرف کرده می شود. پروتکلی که پیشتر هست تنها نامی فوتبال ارسال با داخل جریمه گاه. این ضربه بود که به طرف دروازه فیروز قرایف اجرا کرد. ارسال و با خط هجوم وضعیت خیلی خوب سنجر سیبویف غلبه کرد و بعد دور 4 نوحی جام تاجیکستان روی خود را هموار کرد. امکانیت است. ضربه زد نمی شود. توپ از پهلو دروازه بیرون از میدان شد. حیدرشاه خودودوف پرتو بیا به داخل جریمه گاه پاس نوبتی و این حالت 3 نفر با مبارزه بردند و توپ را از نزد پایهای جهانگیر ارگشف میگرفت. فوتبالبازان از خط پاس به خط هجوم کوشش های نوبتی است ولی کار باز هم تا ضربه نرسید. هجوم خوب دسته خوجند. اینجا هرچه زودتر باید پاس داده شود. ارسال به داخل جریمه گاه جهانگیر ارگشف هرچه زودتر قرار خود را باید برآورد. ضربه فرصتی خوب جهانگیر ارگشف. جهانگیر ضربه فوتبالبازان دسته خوجند میتوانستند در این رقابت حتی 2 و 3 گل هم بزنند ولی پیروزی از دوستان ارجمند دسته خوجند در دربی